سیمایی که برای گلسازی میتونین استفاده بکنین انواع اقسام مختلف داره که هر کدومشون برای یه کاری استفاده میشه. از سیمای نازک که بخوایم نام ببریم، این سیمای شماره 3 اصطلاحاً بهش میگن بدون روکش هستش و گالوانیزه هست، ضد زنگ هست، میتونین از اینا استفاده بکنین. و این الان شماره 4، شماره 3 هم هست که نازکتره. روکش خمیر روش میکنین برای کارهای ظریفتون، برای برگاتون میتونین از اینا استفاده بکنین. اگر برگای درشتر داشتین که میخواستین قدرت سیم بیشتر باشه، این سیم شماره 5 هستش که خب هم تو رنگ سبزش هست هم تو رنگ سفیدش هست، میتونین استفاده کنین. معمولا سفید رو برای گلبرگا استفاده میکنیم که داخلش میخوایم سیم بزنیم و سبز رو برای برگا استفاده میکنیم. البته از سفیدم برای برگ میتونین استفاده کنین چون بعد روکش میشه. یه سری سیمای خارجی هستش که حالا تو شماره های 24، 26، 28 هرچی شماره میره بالاتر این سیما نازکتر میشه. از اینا هم میتونین استفاده کنین. با این که نازک هستن ولی قدرت ایستاییشون خیلی خوبه و برای گلا میتونین از این سیما استفاده کنین. رنگ سبزش هم هستش که برای برگ میتونین ازش استفاده کنین. یه سری سیم مسوار هست به این شکل، حالت مسی داره که خیلی محکمه، به راحتی خم نمیشه. برای گلایی که درشته، مثل رزای درشت، مثل آفتابگردون، مثل آبودیای بزرگ، میتونین از این سیم استفاده کنین که گل وقتی روش نصب میکنین و ساقه کشی میشه حالت خم و آویزون بهش نده و خیلی خوب ایستاییش خوبه. برای داخل گلدون یا برای دیزایناتون میتونین ازش استفاده کنین. یه سری سیم مفتولی هم داریم که به این شکل که اینا رو باید روکش بکنی، ایستاییش از اون سیم مسوارا کمتره. برای گلایی که حالا میخواین شاخه ها رو حالت بدین، گلای ظریف‌تره که ظرافتش جوریه که نمیتونین با اون سیمای 5 کار کنین، اونا ایستایی نداره برای گل، از اینا استفاده میکنین که بتونین بهش حالت بدین و ایستایی هم داشته باشه. امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه و ما رو همراهی کنین. البته یادم رفت بگم که یه سری سیمم توی فکر میکنم 2 تا پست قبل گذاشتیم که سیمای افشانه که اینا دیگه خیلی ظریفه، که روکش سیمای برقه که در آورده میشه و میتونین خمیر روکش کنین و از اینا استفاده بکنین. کاملا منعطفه و برای کارهای خیلی ظریف ازش استفاده میشه.